سه سوال کار میکنیم در این درس از 119 تا 121 سوال ها مانندن در باره کار است کار رو چه کار میکنیم در سوال فیزیکا بیاین سوال رو کنیم مکتب بچه به بار قوه‌ای 300 نیوتن گذاشته آن رو به 10 متر کوچاند کاری اجرا کرده او رو یابید سمت قوه به سمت کوچیش روانه است یعنی کوچیش دیگه بیاین به خاطر بیاریم کار چی بود کارو ما با قوه ضربی کوچیش یعنی چقدر ما با جسم قوه را کنیم همونقدر نسبتا یعنی کار میشه کار با قوه و کوچیش علاقمند است و چه کار میکنیم در اینجا 300 نیوتن میگوید ضرب کوچیش 10 آسان است چند میشد 3000 جول واحد کار جول است سوال 120 مکتب بچه هنگام کوچاندن بار با قوه 30 نیوتن کار اجرا کرده 300 جول است کوچیش بار رو حساب کنید کنج بین سمت قوه و سمت کوچیش با اعتبار نگیرید یعنی اعتبار نگیرید میگن فرمول با همون است کار برابر قوه ضرب کوچیش در اینجا اکنون کار داده شده است 300 جول گفته قوه ما 30 و از ما کوچیش رو میپرسد و کوچیش برابری چند میشود 10 میشود 10 متر و این هم میشود سوال 121 هنگامی از چاه چقوریش 5 متر برداشتن ستیل آبدار آدم کاری 500 جول رو اجرا کرد مس آب چقدر است شتاب افزایش آزاد 10 متر ثانیه کوادرات قبول کنید مس سیمتنو وسیله خود رو به نظر نگیرید یعنی در اینجا باز هم یک چیز کار برابر قوه ضرب کوچیش در اینجا قوه یگانه نکته که این قوه وزنی هست که ما به اشیا تحصیل میکنیم قوه وزنی به پایان یعنی برای ما در اینجا چیکار میکنیم مس ضرب شتاب افزایش آزاد ضرب کوچیش میشه کاری ما و از اینجا کار داده شده است 500 مس رو از ما میپرسد نمیدونم شتاب افزایش آزاد 10 است کوچیش 5 متر با بالا و این مدل باید کار کنم و اینجا چند میشه اینجا باز 10 کیلوگرم میشه یعنی مس جسم ما 10 کیلوگرم است یعنی این بود یعنی مثال در باره کار